ای مردم، از پروردگار خیش بترسید. بیگمان زلزله قیامت امر عظیمی است. روزی را که می بینید در آن هر شیر دهنده کودکان شیرخوار خیش را فراموش می کند و هر باردار حمل خود را سقط می کند و مردم را مست می بینی، اما در حقیقت مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است. و در میان مردم گروهی اند که بدون دانش درباره خداوند به مجادله می پردازند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. در حق شیطان نوشته شده که هر که او را دوست بگیرد، شیطان او را گمراه می سازد و او به عذاب دوزخ رهنمون می شود. ای مردم، اگر در مورد رستاخیز در شک هستید، چرا در این نمی اندیشید که بیگمان شما را از خاک آفریدیم، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز از پارچه گوشت، که بعضیشان خلقت کامل دارند و بعضی خلقت کامل ندارند، تا قدرت خیش را به شما واضح سازیم و هر کی را بخواهیم تا موعد معین در رحمها باقی می گذاریم. باز شما را به شکل طفل بیرون می آوریم، تا چون به سن رشد رسیدید بعضی از شما می میرد و بعضی از شما به بدترین عمر می رسد تا هیچ نداند بعد از آن که می دانست. و زمین بیبرگ و بار را می بینی، پس چون بر آن آب فرو ریزیم ناگاه می بینی که به حرکت می افتد و نمو می کند و در آن انواع رویدنی‌های زیبا می روید. این به سبب آن است که خداوند هم اوست حق و هم اوست که مردگان را زنده می گرداند و هم اوست که بر همه اشیا قدرت دارد.